یه دختر کجاشی خب بجم بیو خمیستم تر نگاه کردم موی سرما شونه درموز بسته خب هم یه سر شونو میکنه همین روز که هم خیلی کشید بیا موی سرما شونه میکنم برای موی سر مگون شعر بخون درباره موی سریت شعر بخونم مایلش گه در لقمه دستم گه در کاسه شورباست گه در بین نان و چای عزیزم موی تو پیداست شوخی نمیشه شوخی رمان تو ما مثل میجی نگاه کرده تست بخی بیا گوش که مرا سعدی نمی همه میدونه همه همسایه میدونه همه خش تبار میدونه که خمون میگردیم به حال خمون میخندن اسم میریم اسم میویم خمون توی نمیکنیم با خمون کیده در کاره با شما بلیت ارزان در کار باشه با واتساپ اویاکاسه شاهنوزه زنگ بزنید بلیت های ارزان و باوریناک نه که مانی جون این روز نه که سیر گشتی زور کردیم ها عجایی بود ساخینی بود هوا رو بی میگم سعدی همین دیدم اینجا چقری بد باشه داری همین دریا همین چخره که او جمع میشه اگر چخر نباشه او جمع نمیشه منم خیلی آوارم میبینم کو دلم وهم میاره آبازی کردن میتونم میترسم نه ترس مانی جون تو باید با آبازی رو بتونی یاد بگیری دمایدکی میتونستم خوزی نمیتونم دیدی مرد که نیوکو موی خبی دسای انا که نیوکو منجا ما همین ده حیرون یا شخص نیگو که در درنی او یا شخص دیگهش نیوکو در جای به او پارتوف دیگه این چی مانی داشته باشه برای چی خیلی باشه بیا بریم یا پرسیم شا رفتم رفتم السلام علیکم السلام علیکم ها چی تو گپا نمیفهمی موهیه میترسونی آخری گفتم یا چی پرسیم اکا پرس چی گپا ما همین درگی شما را اهمیت دادیم حیران شدیم چی نه راستی ما همین درگی نگاه کردم یا شخصم در درنی او یا تی دیگهش درنی او بیرون در جای به او خوشکی در پرتفتگی دو این چی معنی داشته باشه فهمیدم میخوایی میره میخوام که بفهمیم هم منیجه یا 100 سومته میگم 100 سومون برای چی خودتو فهمیدم میخوایی امیره که برای چی در خشکی برای چی در او میفهمی هوا که مرا 100 سوم سعدی بیس چیکار میکنی را فهمیده پولی که دایمتی در خونه اگم چی میخریم خیرفته نه مونت خونه رو منیجه ای بی اگم این چی معنی داشته باشه من چی شما منیجه این مورد مردک سیره فهمد آخه دنیا با فهمیش میگن اینه ما اکا جون اینه 100 سومون حق کنی بله انا نامی تو چیه؟ سعدی جان گوش کن جوری جانی مام کی باشی اینا یک شخص در ساحل خشکی ده نگاه کن او انا ایستاده انا ایش در داخل اوه اصلا تو باید که فهمی که برای چی باید در خشکی بله خب گوش کن این همین شخصی که در دریا پرتفتگی آب ایستادگی 2 روز میشد که یک دانه هم ماهی نگرفتیم فهمیدی؟ اینا خدا خیرت یاد دیده همین خشکی در پرتفتگی از الله که از من تو دا میگم از اون تو قطعی 600 سامان آورده گه مده